سر پیری و معرکه گیری. دور باشم مامان روز. یا هستیم خیلی سلامتی. تبریک باشه مامان روز. چی تبریکی میدین؟ بیخی دیگه تبریک باشه به شما. حال دیگه مرد مازی به زور پول درو کنه. ازی به زور شما سر آید آل پیدا کرده. خوب. کس به مادر گله. خوب. آخه گله که اون در سرا به سرا تک تک میکنه که مادر مال استاد آرایشگاه شده. از این بعد مادر تو زن تو ایبری برق خشا شما که به آرایشگاه جامعه میره پول خور بیگونه نکنه. ما چون ما 80% تخفیف داریم. گفتم اگه 80% شما تخفیف داشته باشین خب هیچ چی میشه دیگه. هر چی پول باشه مگر شما تخفیف بدین برای ما. بفرمایید رمضان. او تام که تو میگی تام نیه کوکو. همین مدت گله که ذوق می آرایشگاه داشته. ریکن چند وقت شاگردی کردن حال یاد گرفته می همسایه‌ها حساب و آرایش میکنه. ایتن که تو میگی 80% نیه. مطمئن مرات همسایه‌داری هسته. بفهمیدی؟ آنی رقم دیگه باز من اختیار به خودم میکنم. درای میکنم زنکا خو خورا خو مادرها خورای میکنم اختیار خدا کنه نمیکنم اختیار خدا. از ما که ما روز اول دیومی که تا یک جامعه مجلس چیزی نباشه به هوس کسی به آرایشگاه نمیره. با که مجلس چیزی باشه هم خوبه گپینی الهی شکر که حداقل ما به تعمید آرایشگر نداشتیم از حساب زنکا. انا این مادر گله کم یاد گیری با ما هم افتخار حداقل همسایه مانه. زنکایی بری نرم را دوری مثلا به او سر بیا برم به آرایشگاه یا به شهر برم. همین جگاه بازم خوبه که آرایشگاه هست گپینی مشکل نداره. او میگه 80% تخفیف. من گفتم گیله 80% تخفیف. این تو پاکیسی خو مگر تون بره دیگه. او تکو گفته 10% 20% تخفیف بالا پاکیسی خود استانم دیگه. خوب شد الهی شکر ما روز خدا کاربار رونق به مو کاربار مو سیاست هم بده ما هم خوشیم. همسایه ما همسایه‌داری میکنی خیلی مرات هست. مدام مرات ما هست. خوبه صحیح خوبه. دیگه هر ساعت که بیام ما به خدمت. خوبه با ما میگم مثلا کا اینا میگم از این بعد جامعه اگه با آرایشگاه میرفتیم اون مدر گیله داره. هر وقت مجلس باشه زنکا با آرایشگاه دیگه وقت نمیرم. راست میگن. خوبه صحیح ما روز. کار خدمت تیار باش. بخیر باشه. خدا حافظ شما. گلی از دست من بستان و بوی کو ای جان محبوب میان کاکلای خود پنو کو های به هر جا که رفتی مرم ندیدی ای جان محبوب امونجی با خود گل گفتگوی کو های بیا به این جگاه به این سر وقتی هم بیا به این سر وقتی بیا چه کار میکنی بغیر از علف درو کردن دیگه چی کاره بدی باغچه جوا میخوره دیگه بابا بابا یلا نمو شلش ایچ بابا چه چرخ می میکنم میبرم خوبه تو اینا که بالا شمینو لغت کو که بشینه بابا بالا شو لغت کو بابا نفته کی اگه بفتدون بابا اگه میگه گردن نمیشه نمیفته کی برو لغت کو بابا تنه لغت کو ایتا نه بابا دیگه لغت کو نه بابا خوب شو بابا تعالی زاو بابا بابا خوب شو همیتا مردم لغت میکنه بابا خوب شد بابا تعالی اگر تعالی بابا خود ما تعرفتم على خود نداره اموک زردگه اونه گدشتی دیگه کیمه میارم اکسر بابا بابا بس مونده شد بابا گیزد بیامده بی بده سلام خودی کلی گندی لماشت خوب باشه بیایم صحبه کو بیا ما تک تک میکرد میگفتن
بیا ما تک تک گفتم بله جناب چی خدمت بابا بالی ما مقداری محبت چیش باشه ما نمیبینه خدا بابا دگه کنسا مدن از این حرفا گم میشه بیا دقت کن بابا بتون جناب گفتگو گفتون چی خدمت کنم امر کو چی نی گفتگی چی مدر ما آرایشگاه واکنده عجیب اگه مدر تو خوارا تو زنبورا تو دگه با آرایشگاه میرفتم بیای هم پیش مدر می گفتون گیله جو گفتگو گفتون تو خودی کله گنده خود جو خر ازم سیوا کرده نمیتونی مدر تو هم از تو بدتر با مدر تو از کجا شد کمال آرایشگاه واکرده و یاد گرفته گفتون دیرو تا دیرو مدر تو گو میدوخت و گسپنگ هم میکه امرو بابا ما آرایشگاه واکرده گفتگاه به دور یاد گرفته هم آدمی که بره به یک جای کار کنه به درست کار یاد میگیره بابا گفتم خوبه برو این که من کمال پیچی کرد به سینا خو بالا کشیدم بابا دستا خو توپ زدم بابا هموخ در بکس به سر کلی عدی به در سرا ندادم امی کلی عدی بگریم تو مثل کلی بسالگه بری به امی در زدم دیدم به گیره شد را خوب گریف برم گفتم برو تو هم عزیز روزی نیمو در کم عزیز روزی گناهش تک تو ساده خیلی غمی نداره اگه چیزی بگو نمیزدی بابا ماما نوروز روستاشم بیکار با خود خونه گرد عدی بر به او بر کوچه به من میکنه زن خوب نقطه کار کنه او هم چی کار آرایشگری شما با خدا می آرایشگری هم کسبیه بله تو هم کسب بعدی نیه خوب کسبیه کاش که کاری باشه که آدم بکنه غمی نداره منطقه همیشه که من میفهمم همین ماما نوروز و زنی که میبینم اگر آدم خود آرایش کرده باشه تیار کرده باشه برای پیش از او شاید عبرت‌تر کنم بابا من هم امیر میگم زن ماما نوروز قرمه دوغ یاد نداره پخته کنه او گردن من یاد داره به ما آرایشگری کنه آرایش کنه یاد داره ها سکو بابا جو تا چند تا عروس به پیشی نبرم که گنده نکنه اونا خراب نکنه کی مثلا یاد بگیره او دو روز برفته شاگردی نکرده و حالا آرایشگاه یاد بگرفته که برای کار کنه نمیفهم برو خیلی یاد داره بابا رد از اون یلا کوی دیوانی سرقیه بابا بابا باشه که من دیگه حالا فارم بیارم بابا می میکنه گردن ما نمیته به شما ای کن رنگ بابا بیاری کلی بیاری بابا بیاری چه کنی به گردن چی نکنه بابا بیاری کلی بابا من نارو کردی چیه؟ بالا شمینا لغت کن بابا کلی دقا بابا باشه که حالا فار همه بیارم خیلی کار داره شما تحتی کلی بری کلی با جونی نمونه بابا تاکو بی طرف کلی نداریم تا چالان بشن در بزن بابا سه چرخ ما که کلی دی ابا گم کلی کلی یا پیش با گم شده بابا بیای من در شما بدیم تو تیرو که کلی یا پیش با گم شده بود بیای که روشن کنی شما بیای بابا تو روشن کرده نمیتونی تو با وشتن بزنیم بابا اندازه نمیتونی بابا پیشو بابا این کارتونیه تو نمیتونی پات مال به رو گیر نمیرسه تو دل دست که چرخ کردی بیا خودی ملافات جمع کن برو کاکا برات کاخ تو گپا میزنی بچه ما که تو جای دادن مردم مال امیرم ندارم بیا بفریشی بفریشم برو کوریزینی بخرو بیا که ملافات جمع کنی خودت بیا حداقل یک نمی که بخریم بابا این 99 سال ابو خدا بیامرزم کلونتره چه چرخ شما بابا این خود به می تلف کردی Okay. بابا دیگه کامادی چنل برام خودی خود داری من دیگه باید نمیتونم مبتلا برام خود چنل بیارم خرم بیاوردی نه بابا یک چنل به ما گفتم بیار آنی هم چنل بگیریم بابا کالاک بابا جو بابا بگو به من پول بدیم
که برون به خود سیخ بخرون، آیتونسا بخرون، گلاس هم بخرون که مثل گلک برون قراری کرده آلشکا بفریشون بابا. پول به تو بدم. کس چی بخری؟ برون سیخ بخرون، آیتونسا بخرون، گلاس بخرون که آلشکا تیار کنم ببرون بفریشون. نه مای بابا که کارا بکنی، کارا به درد تو نمیخوره. به چی می؟ برو هم خرابکاریایی که داری همونا رو بکن دیگه. خرابکاری؟ هم خرابکاریایی که گیلک مسکین گیر میکنی، هم بستنیار به تاز یو میزنی، آلسکار به تاز کوچه میزنی. همون کارا بکن، کار بیشتر از که بری کار کنی بخو. بابا بری گفتم گیلک جو گفتم. گفتم دو تا آلشکا به ما بدی بغرد بخورم با پولات و سبا میدم. با همین گپا با پیش خود نداد دیدم کل شیخی میکنه بابا. با وجو به جنجال شدیم چه هفت آلشکا بزدم و تسری. بچه خور بگردو گوش کاش به تو چی میگم مدام که پول نداشته باشه به کیسه ها خو مثلا بزی کیسه یا بزی کیسه یا بزی کیسه که نداشته باشه خو این مرگ بخوره مرگ. خب بابا اگه داری پی به کیسه ما کنی رو داری پی چه کار میشه؟ اگر روز 5000 به کیسه تو نکنون تو میته بچه کمی هست یا چه پیدا کنی میخوری. باشه ما کی بابا رو داری پی بذار این روز 5000 تیار کردی. میگم من اصلا پرسان کنم همین ساده خدای اعصاب سر از اون مشکل داره تو میری همون بساطه که او به خود یار کرده به صد بدبختی و پریشونی تو میری همون بستینیکای همون یختر به شکای میزنی به تا کوچه این خوب کاری میکنی آلسکایو مغل من نمیکشم اونایی که ما به تو میگم یعنی خوب کاری میکنی. خب بابا وقت نداد اگر تو همین چرخ از تو باشه من بیام همین خرابکاری کنم اونا رو میته به تا کوچه بزنم تاون کنی خوب کاریه. به خدا بابا نور دیدی من نباشه همین تو کلبند به تا سر ندارو که چشمای بده پیش پای بابا چه پیار خوام به غرضم نمی. آفرین انا برو تمام اینجا گو برو این کار به درد تو نمیخوره بچه خوب کردم برو حرکت کن برو. اگه ندیم دیگه گوسفنداشمون نمیچلونو. برو همون خرابکاریایی که داری بکن باز بیا یک وقت. بابا گوسفندار دیگه نمیچلونو. 40 سال که از قیامت هم تیر شد نچلون برو. بابا من میرم تا کوچه با خود بگیرم. بابا تو گفت زنگ زدم با مادر تو که خیر رم کو دست خودت تنو تو تنو یک برداشتی بیا بردی. بابا گفتم یک تنو. من میتونم یک تنو بیارم. آیا بیام دیگه من پول بده که ما برام بچم آلسکا بفریشم چه کار کنم. از تو کار ساختنیه بابا. لالا میملا جانجاره خیریته سلام علیکم مندن باشین جانجاره چه کار میکنی لالا لیلا؟ همین دستا جمع کردم خوشحال جمع میکنم از زیر که لالا لیلا به زن خویا با مادر خود بگی بیا تفخیف داره. چی تفخیف داره؟ تفخیف داره چیز چی؟ چی تفخیف داره؟ چی تفخیف داره؟ بگی تفخیف داره چی تفخیف داره؟ میگم به زن خو یا با مادر خو بگیم بیایم هر روز میایم بیایم. نوشته درس رو ما. گیلک جو تو چی میگی؟ نوشته خب چی نوشته؟ نوشته چیز بیبی گل دختر تازه گل در فوق‌العاده آرایشگاه رخصت شده. گیلک تو نام کیر میگی من نفهمیدم. نانیمه خب این تو بگو تو میگی بیبی گل به تا تازه گل مچم چکار مثل نانیمه خب چکار کنم نوشته متخیطی نانیمه که همین آرایشگاه نانیمه. نانی تو بابا کجا برات شدی؟ تو مغز سر خراب دقیق تو مغز سر خراب دقیق. نانی تو با کجا شاگردی کرده که باز نانی تو با کجا شاگردی کرده که باز حالا آرایشگاه وا کرده؟ نانیمه بازی بیچاره پیرزال و دستای میلرزه که بازن آرایش کرده. پیرزال جد بد نتونه. پیرزال نانیمه سرق پیار تو مال رفته نمیتونه پیرمردی هم تو دست پای میلرزه. مادر تو دیگه جوانتره. باشه مادر با مال از پیار 40 سال ارزونتر چستره. خیلی خورتره. تخفیف داره بگو بیا ارزون و شما ترم. نه برغک زد تو یاره اگه زن دارم تیار کنم فقط میگی نشم نه الله قبر بیری شده یا نه قبرستون کنه بیلا یاره بالا در قیافی بار دک دقیقه نیلیلا جان یاره قیافی اون نمیخوانه مالاش خواه
با بیلا کنه میخوره چی اصلا این قیافه تیپ آلش خان نداره تو برای چیری از آدم چک کنه مبلین سخته بریزه. وقتی که زن بر میگی اگر کنه جسته قیافی و آرایشگاه نمیخوره پس چرا بیام دیگه میگی تسخیف داره ها خوب بازم باشه من خمر میخورم تا به عید خب ولی گپ بازی بزن چند میستونم مادر تو چی کمی که آرایش میکنه آرایش مولادت گزاره زندگی مردم در مجلس های مردم گفته که زن شما انگار کنه معروسیه خب دور از شما باشه اگر او عروسه باشه مثلا انگار کنه زن شما عروسیه ارتیار میکنه به 2900 فهمیدیم اگه عروس نباشه خوشو عروس باشه 30 روپیه عروس به 2900 خوشو عروس به 30 روپیه از من خوشو عروسه خوشو عروس 25 روپیه خوبه باشه تفخیف داره خوبه تفخیف داره باشه خوبه بنده باشه تخفیف داره نمیشته دم سرا همین تو میفهمم اونم دور شگیدی نه کردن اصلا نه خودتی من نگم از این کمر بیشتر کنه گندن خورد نه باور کنم اصلا فوکس زن شما نمیتو جار میکنه که بر جار مرد زنکا ببینه خوب مگرم چلی میگلدم دل میگی در خوبه باشه بابا خودیا گپ بیا ولی جگا با من نگاه مادر مارشکو وقت من رو به خودیا تو من نجو مادر بیاد من به جای شگیدی یا رو کافی خود بیا گیرسته